دوستای من سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم در مورد سفره کردی این هستش که طرح‌هایی که به کار میبریم، نخایی که برای طرح‌ها به کار میبرین، برای نقشا یکم ضخامتش کمتر باشه از نخی که برای زمینه به کار میبرید. الان من نخ زمینم 4 لایه است به این صورت، ولی نخی که برای نقشا به کار میبرم 3 لایه‌اش کردم که حالت قسمت نقشا حالت بالا زدگی پیدا نکنه نسبت به زمینه. امیدوارم که گلیماتون رو ببافین و موفق باشین و لذت ببرین از این کار. ممنون که ویدیوی منو انتخاب کردین.